Your new film, it's already receiving a lot of praise. Your new film, it's already receiving a lot of praise. Your new film, it's already receiving a lot of praise. کلمه اولی که اینجا داریم و برامون مهم هستش receive به معنی دریافت کردن یا گرفتن هستش. کلمه بعدی praise هست. به عنوان noun یا اسم یعنی تحسین، تمجید، ستایش. به عنوان verb یا فعل یعنی تعریف و تمجید کردن. اینجا توی این جمله به عنوان noun استفاده شده. من یه مثال به عنوان verb یا فعل واسهتون میزنم. The teacher praised the students for their hard work. یعنی معلم دانش آموزا رو به خاطر تلاش زیادشون تحسین کرد. پس یه بار دیگه گوش بکنیم تیکر رو. Your new film, it's already receiving a lot of praise. فیلم جدیدت همین حالا داره تحسین‌های زیادی رو دریافت میکنه. و بعد It's being described as a psychosexual drama and an erotic thriller. Described as a psychosexual drama and an erotic thriller. It's being described as a psychosexual drama and an erotic thriller. It's being described as a psychosexual drama and an erotic thriller. بچه describe یعنی توصیف کردن یا شرح دادن. کلمه بعدی که اینجا استفاده شده psychosexual هستش که دو بخش داره. ببینید کلا psycho به عنوان noun اسم یعنی روانی، روانپریش، دیوانه. اینجا چجوری استفاده شده؟ به عنوان یک پیشوند استفاده شده، یک پریفیکس هستش. سایکو وقتی به عنوان پیشوند استفاده میشه، مثلا سایکو فلان، یعنی مرتبط با مسائل روانشناختی، فرآیندهای ذهنی مرتبط با ذهن و روان و چیزای مربوط به اون. پس سایکوسکشوال یعنی روانشناختی مسائل جنسی یا روانجنسی یا اون بعد روانی مسائل جنسی، به این مفهوم هستش. کلمه بعدی که استفاده شده erotic به معنی شهوت انگیز یا تحریک کننده هستش. و کلمه آخر thriller به معنی مهیج یا دلهره آور، یک ژانر فیلم هم هست. پس erotic thriller یعنی در واقع فیلم مهیجی که شامل صحنه‌های اروتیک باشه یا همون مضامین جنسی داشته باشه. پس یه بار دیگه این تیکر رو گوش بکنیم. پس میگه اول فیلم جدیدت مثلا داره خیلی مورد تحسین قرار گرفته و بعد میگه Praise. It's being described as a psychosexual drama and an erotic thriller. پس میگه که این فیلم به عنوان یک درام روانی جنسی و یک فیلم مهیج شهوانی توصیف میشه. بچه فیلم جدیدش بیبی گرل هستش. من از همین فیلم چند تا آموزش درست کردم، لینکش رو آخر این ویدیو میذارم، اونا رو هم تماشا بکنید. فیلم حالا نمیگم فیلم خیلی جالبیه ولی آموزش خوبی ازش درست کردم، کلی لغت و اصطلاح انگلیسی میشه ازش یاد گرفت. و در ادامه میگه That's how some critics have described it. 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 بچه کریتیک یعنی منتقد. مثلا از این افرادی که میان کتاب و فیلم و حالا تئاتر و موسیقی و اینا رو میبینن و بعد در موردشون نظر میدن. یه مثال هم واسهتون گذاشتم. The movie received great reviews from critics. یعنی فیلم ریویوهای خوبی یا نقدهای خیلی خوبی از منتقدان دریافت کردش. describe رو هم که با هم یاد گرفته بودیم. پس چی میگه؟ An erotic thriller. That's how some critics have described it. پس میگه که برخی از منتقدا اینجوری توصیفش کردن. یه سوالم پرسم تو کامنت ها جواب بدین، اینو یادم رفت بگم. کریتیک یعنی منتقد. به نظرتون فرم ورب یا فعلش با همین ریشه به معنی انتقاد کردن چی میشه؟ کلمه‌شو کامنت بکنید. واسهتون یه مثالم میزنم باهاش. ببینیم حالا خود در واقع نیکول کیدمن چی میگه. I would say it's sort of very entertaining. 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 Sort of یعنی یه جورایی، به نوعی، یه طورایی. مثلا چی؟
She sort of ignored me when I talked to her. یعنی اون وقتی باش صحبت کردم به نوعی منو نادیده گرفت، ایگنورم کردش. کلمه بعدی که اینجا استفاده شده entertaining به معنی سرگرم کننده هستش. entertaining. پس چی میگه؟ میگه که منتقدا اینجوری توصیفش کردن. I would say it's sort of very entertaining. میگه که من میگم یه جورایی خیلی سرگرم کننده هستش. و بعد اینجا جمله طولانی رو میگه. But it's sort of hopefully pioneering in the sense of it's all a female protagonist in this genre. But it's sort of hopefully pioneering in the sense of it's all a female protagonist in this genre. But it's sort of hopefully pioneering in the sense of it's all a female protagonist in this genre. But it's sort of hopefully pioneering in the sense of it's all a female protagonist in this genre. Hopefully یعنی چی؟ یعنی مثلا به امید این که امید هست که یا مثلا همون انشالله خودمون یه همچین مفهومی داره. کلمه بعدی که کلمه جالبی هم هستش pioneer یعنی پیشرو، پیشگام، پیش قدم. اینا به عنوان نون یا اسم هستش. به عنوان ورب یا فعل یعنی پیشرو بودن تو چیزی، پیشگام شدن یا پیش قدم شدن. مثلا چی؟ Steve Jobs was a pioneer in the technology industry. یعنی استیو جابز یک پیشگام تو صنعت فناوری بودش. عبارت بعدی که واسمون مهم هستش in the sense of هست. In the sense of یعنی از لحاظ، از نظر، از این لحاظ که، از این نظر که. کلمه بعدی protagonist یعنی شخصیت یا قهرمان اصلی یک داستان. حالا فیلم، نمایش، هر چیزی، داستان، شخصیت یا قهرمان اصلیش. و کلمه آخر ژانر که همون ژانر یا سبک میشه، مثلا این ژانر فیلم. پس یه بار دیگه گوش بکنیم. خیلی جمله طولانی بودش، لغت‌های خوبی هم داشت. قبل از اینکه بریم سراغش، اگه دوست داشتی تا اینجای ویدیو رو حتما لایکش کن، کلی انرژی میده. بریم گوش کنیم ببینیم چی میگه. It's sort of very entertaining, but it's sort of hopefully pioneering in the sense of it's all a female protagonist in this genre. خدا به خیر کنه. بچه من اینو ترجمه این جمله رو یه مقدار توش چالش داشتم چجوری ترجمه بکنم. میگه که اما این فیلم یه جورایی امیدوارانه پیشگام هستش از این نظر که شخصیت اصلی فیلم یک زن هستش توی این ژانر. حالا بعد فیلم رو ببینید که متوجه بشید مثلا توی این ژانر که میگه مثلا یعنی چی، چون ژانرش ژانر خاصی هست دیگه. خودش هم گفتش دیگه، اروتیک هستش، سایکوسکشوال هستش، ژانر خاصی از فیلمه. و بعد در ادامه میگه که And it's told through the eyes of a female writer-director. Genre, and it's told through the eyes of a female writer-director. Genre, and it's told through the eyes of a female writer-director. And it's told through the eyes of a female writer-director. یه عبارت جالبی که اینجا به کار رفته through the eyes of someone یا through someone's eyes هستش. یعنی از دیدگاه فردی، از نگاه کسی. مثلا چی؟ Try to see the situation through my eyes. یعنی سعی کن وضعیت رو از دیدگاه من ببینی. پس یه بار دیگه گوش بکنیم. پس گفتش که از این لحاظ که در واقع شخصیت اصلیش، پروتاگونیستش یه خانوم هست تو این ژانر، پیشگام هست و اینکه Genre, and it's told through the eyes of a female writer-director. و از نگاه یا دیدگاه یه نویسنده کارگردان زن روایت میشه. Do you watch your own films normally? این دیگه خیلی باحاله. Female writer-director. Do you watch your own films normally? Female writer-director. Do you watch your own films normally? Do you watch your own films normally? یعنی معمولا فیلم‌های خودت رو تماشا می‌کنی؟ چه کلمه جدید جالبی نبود که بخوایم یاد بگیریم. که بعد میگه What is that like to watch yourself in the psychosexual erotic thriller? Confronting. What is that like to watch yourself in the psychosexual erotic thriller? Confronting. What is that normally? What is that like to
watch yourself in the psychosexual erotic thriller. Confronting. What is that like to watch yourself in a psychosexual or rough thriller که میگه confronting. بچه rough یعنی خشن، تند و شدید. rough thriller یعنی یه فیلم مهیجی که توش خشونت یا مثلا صحنه‌های احساسی و شدیدی داره. کلمه بعدی که اینجا استفاده شده confronting به معنی چالش برانگیز، ناراحت کننده است، یه چیزی که احساسات قوی و شدید رو ایجاد بکنه. مثلا چی؟ Talking about my past was very confronting for me. یعنی صحبت کردن در مورد گذشتم خیلی برام سخت و چالش برانگیز بود. یه سری احساسات قوی و مثلا سخت و دشوار رو تو من مثلا ایجاد میکردش. پس چی میگه؟ میگه تو فیلمای خودت رو معمولا تماشا میکنی و بعد میگه What is that like to watch yourself in the psychosexual erotic thriller? Confronting. میگه که چه حسی داره که خودت رو توی یه فیلم سایکوسکشوال، حالا مثلا روانی جنسی یا یه تریلر خشن ببینی که میگه چالش برانگیزه، یعنی در واقع مثلا انگار ناراحت کننده، سخته، یه سری احساسات خیلی زیادی رو تو آدم ایجاد میکنه. حالا مجریه چی میگه؟ Because I've never had the opportunity to watch myself in a psychosexual erotic thriller. I'm looking Confronting. because I've never had the opportunity to watch myself in a psychosexual erotic thriller. I'm looking I've never had the opportunity to watch myself in a psychosexual erotic thriller. Because I've never had the opportunity to watch myself in a psychosexual erotic thriller. بچه اکثر کلماتش رو با هم یاد گرفتیم. تنها کلمه که اینجا واسمون مهم هستش opportunity به معنی فرصت یا شانس هستش. مثلا چی؟ This is a great opportunity for you to learn new skills. یعنی این یه فرصت عالی برای تو هستش که مهارت‌های جدید یاد بگیری. پس یه بار دیگه گوش بکنیم تیکر رو. سوالش باحال بود. I've never had the opportunity to watch myself in a psychosexual erotic thriller. چون من هیچ وقت این فرصت رو نداشتم که خودم رو توی یه تریلر روانی جنسی ببینم. یعنی میگه حالا تو که این اتفاق واسه افتاده چه حسی داشتی، چه جوری بوده؟ و بعد میگه که I'm looking forward to it if anyone out there is considering me. Thriller, I'm looking forward to it if anyone out there is considering me. Thriller, I'm looking forward to it if anyone out there is considering me. I'm looking forward to it if anyone out there is considering me. بچه look forward to something یعنی بی‌صبرانه یا مشتاقانه در انتظار چیزی بودن، با شور و اشتیاق منتظر چیزی بودن. مثلا چی؟ She's looking forward to the weekend trip. یعنی اون مشتاقانه منتظر سفر آخر هفته هستش. Consider هم یعنی در نظر گرفتن، فکر کردن به کسی یا چیزی. یه مثال هم واسهتون گذاشتم. I didn't consider the possible consequences of my actions. یعنی من عواقب احتمالی اون اعمالم رو در نظر نگرفتم. پس چی میگه؟ میگه که من نمیدونم، مثلا به خاطر اینکه هیچ وقت توی فیلم مثلا تریلر خشن جنسی اینا نبودم. Sexual erotic thriller, I'm looking forward to it if anyone out there is considering me. میگه من مشتاقانه منتظرش هستم که حالا مثلا توی همچین فیلمی حضور داشته باشم یا همچین کاری انجام بدم اگه کسی اون بیرون هستش که منو در نظر بگیره. بعد میگه که What's that like for you to It was. bring me? What's that like for you to It was. bring me? What's that like for you to What's that like for you؟ یعنی برای تو چه حسی داشت؟ برای تو چطور بودش؟ یعنی در تو چجوری بودش که مثلا توی همچین فیلمی بازی کنی اینا؟ که میگه It was. I mean, it was amazing because we went to the Venice Film Festival, and it was kind of frightening. What's that But like for you to It was. I mean, it was amazing because we went to the Venice Film Festival, and it was kind of frightening. بچه یه چیزی بگم. یه نکته که خیلی دوست دارم توی این ویدیو تماشا بکنید و دقت بکنید بهش این هستش که توی گفتگوها مکالمه های انگلیسی واقعی چقدر افراد یه جمله رو شروع میکنن و بعد تغییرش میدن. حالا من سعی میکنم الان تا اینجا یادم رفت بهتون بگم نمونه‌هاشو، جلوتر که میریم نمونه‌هاشو بهتون میگم. یه جمله رو میگه و بعد یه جایی تغییرش میده، یه دفعه برمیگره از اول جمله‌شو شروع میکنه، یه چیزی میگه
برمیگره تغییرش میده، از اول یه چیز دیگه میگه یا یه چیزی اضافه میکنه و دوباره جملهش رو ادامه میده. خیلی این اتفاق رایج هستش. مثلا اینجوری نیست که همه حرفو بزنن و بگن و برن، یعنی مثلا کامل دقیق بجا بدون غلط گرامری، بدون هیچ غلطی. خیلی از این افرادی که مثلا نیتیو هستن هم اشتباه میکنن. حالا اشتباه نیست، خیلی رایجه، از نظر ما اشتباه هستش، از نظر اونا خیلی رایج هست. من میخوام بدونم که بهتون بگم که سخت نگیرید، جمله رو بگید، اگه یه جایش نیاز به تغییر داشت برگردین فایلش رو تغییر بدین، از یک دید دیگه ای بیانش بکنید. حالا جلوتر خیلی مثال بهتری هست بهتون میگم چه شکلیه. پس یه بار دیگه اینو گوش بکنیم. It was amazing. It was amazing. یه چیزی میگه، یه مکسی میکنه، میاد یه چیزی اضافه میکنه، دوباره جملهشو ادامه میده. میبینین جمله یک ضرب و روون نیست. یه بار دیگه ببینیم. What's that like for you? It was amazing because we went to the Venice Film Festival and it was kind of frightening. It was amazing because we went to the Venice Film Festival and it was kind of frightening. Kind of هم یعنی تا حدی، یه جورایی، به نوعی. Kind of. و کلمه دیگه که اینجا واسمون مهم هستش frightening یعنی وحشتناک، ترسناک. frightening. پس چی میگه؟ میگه چه جوری بودش واسط؟ میگه What's that like for you? It was amazing because we went to the Venice Film Festival and it was kind of frightening. این منظورم اینه که فوق‌العاده بودش چون به جشنواره فیلم ونیز رفتیم و یه جورایی ترسناک بود. And it was received so beautifully by the critics there and the whole European audiences. So festival, and it was kind of frightening. And it was received so beautifully by the critics there. می‌بینیم by the خیلی طبیعیه. And it was received so beautifully by the critics there and the whole European audiences. And it was received so beautifully by the critics there and the whole European audiences. whole یعنی تمام، همه، کل. audience یعنی مخاطب، تماشاگر، حضار، کسایی که حالا یک جای حضور دارن. لزوما هم نباید شنونده باشن، میتونن بیننده هم باشن. مثلا چی؟ The audience clapped after the performance. یعنی تماشاگرها، حضار بعد از اجرا دست زدن. پس یه بار دیگه این دیگر گوش بکنیم. And it was received so beautifully by the critics there and the whole European audiences. پس میگه و فیلم به خوبی توسط منتقدان و تمام مخاطبین اروپایی مورد استقبال قرار گرفتش. So it was lovely. It was lovely. میبینین دوباره یه دیگه میگه و بعد جملهشو کامل میکنه. It was lovely by the critics there and the whole European audiences. So it was lovely. It was lovely. Lovely یعنی معنی مختلفی میشه واسش گفت. مثلا دلپذیر، خوب و خوشایند، زیبا، دوست داشتنی. حالا تو هر جایی یه جوری ترجمهش بکنیم بهتر میشه. مثلا she has a lovely smile یعنی اون یه لبخند زیبا و دوست داشتنی داره. پس اینجا چی میگه؟ میگه که این توسط همه مورد استقبال قرار گرفته شد، تو جشنواره فیلم ونیس رفتش. The whole European audiences. So it was lovely. خیلی قشنگ و خوشایند بودش. حالا مجریه چی میگه؟ You're clearly a very committed actor. You're clearly a very committed actor. میبینید دوباره you're clearly جملهش رو دیگه خود متوجه شدین دیگه تکرار نکنم. You're clearly a very committed actor. You're clearly a very committed actor. You're clearly a very committed actor. یه کلمه خیلی خوب اینجا داریم. Clearly یعنی به وضوح، به طور واضح، واضحاً، مشخصاً. کلمه خوبی که گفتم اینه. Committed به معنی متعهد یا پایبند. مثلا چی؟ He's a committed teacher who cares about his students. یعنی اون یه معلم متعهد هستش که به دانش آموزاش اهمیت میده. پس چی میگه؟ میگه که You're clearly a very committed actor. تو واضحاً یه بازیگر خیلی متعهد هستی. چرا حالا اینو میگه؟ ببینیم چیه دلیلش. I'm trained never to call cut. Committed actor. I'm trained never to call cut.
committed actor, I'm trained never to call cut. I'm trained never to call cuts. train یعنی آموزش دادن، یاد دادن. مثلا چی؟ He's been trained to handle difficult situations. یعنی اون برای مدیریت شرایط سخت آموزش دیده. پس چی میگه؟ committed actor, I'm trained never to call cut. من آموزش دیدم که هیچ وقت کات ندم. در مورد فیلم داره صحبت میکنه. Because so much of the good stuff این تیکه خیلی میبینید دقیقاً because so much of دقیقاً جملهشو تکرار میکنه ولی یه چیز دیگه ای میگه، جملهش یه تغییری میده. یه بار دیگه گوش بکنیم کاملشو. cut because so much of the good stuff happens in the mistakes because so much of the good stuff happens in the mistakes. چون خیلی از چیزها جملهشو کامل نمیکنه. Because so much of the good stuff happens in the mistakes. چون خیلی از چیزهای خوب توی اشتباهات اتفاق میفته. به خاطر همین هستش که کات نمیده. پس یه بار دیگه گوش بکنیم. Cut because so much of the good stuff happens in the mistakes. خب و بعد So if you're calling cut, you're sort of censoring yourself. Good stuff happens in the mistakes. So if you're calling cut, you're sort of censoring yourself. So if you're calling cut, you're sort of censoring yourself. So if you're calling cut, you're sort of censoring yourself. sort of که با هم یاد گرفتیم. کلمه که اینجا واسه مهم هستش censor به معنی سانسور کردن هستش. مثلا چی؟ Certain websites are censored in some countries. یعنی وبسایت های خاصی تو برخی از کشورها سانسور میشن. سانسور میشن. پس یه بار دیگه تیکر گوش بکنیم. چرا نباید کات بدیم؟ So if you're calling cut, you're sort of censoring yourself. پس میگه که پس اگر کات بدی بگی کات به نوعی یه جورایی داری خودت رو سانسور میکنی. و بعد در ادامه میگه که Because I think if you try to censor or control a performance, then calling cut, you're sort of censoring yourself. Because I think if you try to censor or control a performance, because I think if you try to censor or control a performance, Because I think if you try to censor or control a performance جملهش ادامه داره. Performance یعنی اجرا. حالا اینجا مثلا اجرای یک نقش توسط بازیگر یا هنرمند هست. مثلا چی؟ The actor's performance in the play was outstanding. یعنی اجرای بازیگر توی نمایش فوق‌العاده بودش. پس چی میگه؟ because I think if you try to censor or control a performance, میگه چون اگه بخوای یه اجرا رو سانسور یا کنترل بکنی چه اتفاقی میفته؟ ادامه جملهش. then you're trying to control the outcome of it, which is not the point. To censor or control a performance, then you're trying to control the outcome of it, which is not the point. To censor or control a performance, then you're trying to control the outcome of it, which is not the point. Then you're trying to control the outcome of it, which is not the point. Outcome یعنی نتیجه، پیامد. مثلا چی؟ The outcome of the meeting wasn't what we expected. یعنی نتیجه جلسه اون چیزی که ما انتظار داشتیم نبود. کلمه بعدی که داریم point به معنی هدف یا مقصود هستش. point. یه مثال واسه اینم گذاشتم. The point of the discussion is to find a solution. یعنی هدف بحث این هستش که یک راه حل پیدا کنیم. پس یه بار دیگه گوش بکنیم. میگه اگه سانسور بکنیم یا کنترل بکنیم یک اجرا رو Then you're trying to control the outcome of it, which is not the point. در واقع داری تلاش میکنی که نتیجهش رو کنترل بکنی که این هدف ما نیستش. اینجا اتفاق باحالی میفته. چی میشه؟ I understand. That Everyone's looking at me like, huh? Point. I understand. That Everyone's looking at me like, huh? Looking at me like, huh? Everyone's looking at me like, huh? میگه که همه دارن اینجوری بهم نگاه میکنن که ها؟ یعنی انگار مثلا همه گیج و منگ شدن، نمیدونن چه اتفاقی افتاده. اینجاست که مجریه میگه No, they're stroking their chin and going, how wise. No, they're stroking their chin and going, how wise. No, they're stroking their chin and going, how wise. No, they're stroking their chin and going, how wise. Stroke یعنی لمس کردن، مالیدن، نوازش کردن.
مثلا چی؟ He was stroking his chin while thinking. یعنی در حالی که فکر میکرد چانش رو نوازش میکرد. حالا بهتون میگم مثلا نوازش کردم این منظورش چیه؟ مثلا الان اینجا اینجوریه که مثلا یه همچین حالتی، مفهومش اینه. چین یعنی چونه که اینجا استفاده شده. stroke their chin داشته چونهشون رو نوازش میکنن. اینجوری فکر که میخوایم بکنین چه حالتی میگیریم. کلمه آخری هم که اینجا داریم wise به معنی عاقل، خردمند یا دانا هستش. پس چی میگه؟ پس نیکول کیدمن میگه که همه دارن من اینجوری نگاه میکنن که ها مثلا این چی داره میگه در مورد مثلا کات دادن و تعهد به فیلم و اینا، که مرده میگه No, they're stroking their chin and going, how wise. نه، اونا دارن چونهشون رو میمالن و میگن چقدر خردمندانه. وقتشه یه بار دیگه ویدیو رو از اول تماشا بکنیم، اما این بار بدون توضیحات من. بریم ببینیم چقدر از لغاتی که یاد گرفتیم تو ذهنمون مونده. بریم سراغش. Your new film, it's already receiving a lot of praise. It's being described as a psychosexual drama and an erotic thriller. That's how some critics have described it. I would say it's sort of very entertaining, but it's sort of hopefully pioneering in the sense of it's all a female protagonist in this genre, and it's told through the eyes of a female writer-director. Do you watch your own films normally? What is that like to watch yourself in the psychosexual erotic thriller? Confronting. Because I've never had the opportunity to watch myself in a psychosexual erotic thriller. I'm looking forward to it if anyone out there is considering me. What's that like for you? It was amazing because we went to the Venice Film Festival and it was kind of frightening, and it was received so beautifully by the critics there and the whole European audiences. So it was lovely. You're clearly a very committed actor. I'm trained never to call cut because so much of the good stuff happens in the mistakes. So if you're calling cut, you're sort of censoring yourself. Because I think if you try to censor or control a performance, then you're trying to control the outcome of it, which is not the point. I understand that Everyone's looking at me like, huh? No, they're stroking their chin and going, how wise. اینم از آموزش زبان انگلیسی این جلسه. شما میتونید برای تقویت سطح زبان انگلیسیتون کلی آموزش‌های دیگه‌ای که به همین سبک ساختم رو از طریق ویدیوهای پیشنهادی تماشا بکنید و لغات و اصطلاحات جدید انگلیسی رو یاد بگیرید.